درود، چطور رفقا؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یوتیوب کانال من خوش اومدین. من فائزه هستم. ویدیویی که امروز قرار گذاشته بشه رو من خیلی براش ذوق دارم. ویدیویی که امروز قرار بذاریم گیم نیستش. همونجوری که میدونید اسم کانال من بلرفیس هسته. شاید خیلیاتون بدونین که این اسم از کجا میاد و ممکنه خیلیاتون ندونین. برای اونایی که نمیدونن یه توضیح کوچولو بدم. این اسم برگرفته شده از یکی از آلبوم‌های بند 21 پایلتس هستش و من خیلی میتونم بگم که ابسستور یه تایمی خیلی عاشق 21 پایلتس بودم و واقعا میتونم بگم که یه ترو فن واقعی بودم، یه فن واقعی بودم. به خاطر همین کلا از اون موقع توی سوشال میدیا ها این اسم رو خودم گذاشتم و همینجوری مونده روم دیگه. به خاطر همین توی همه جای مختلف دیگه به این اسم معروف که نمیشه گفت. خلاصه این اسم رو خودم گذاشتم دیگه. راستی قبل از اینکه بریم سراغ چیزای دیگه بگم که من کلا توی سوشال میدیا فقط توییتر و تلگرام داشتم و به خاطر یوتیوب برخلاف خواسته قلبی خودم مجبور شدم که اینستاگرام هم بریزم و توی هر ستاشون هم توی توییتر، البته الان به لطف آقای ایلان ماسک به اکس تغییر یافته اسمش توی توییتر، ولی من همچنان هم توییتر میگم. توی توییتر، توی اینستاگرام و توی تلگرام البته چنل یعنی پلیلیست آهنگامه همین بلرفیس 1375 هستش. سو اگه دوست داشتین که فالو کنین یا حالا هر چیز دیگه میتونین که اونجاها دنبالم کنین. آره خلاصه من یادم نیست دقیقاً چند سال پیش بودش ولی خیلی برمیگرده به عقب. فکر میکنم شاید 9 سال پیش 10 سال پیش بودش که اولین بار باهاشون آشنا شدم. حالا چجوری آشنا شدم؟ فکر میکنم امریکن میوزیک اواردز بود ولی یادم نمیاد مال چه سالی بودش که اولین بار اونجا دیدمشون. یعنی اجرای خیلی خفن داشتن. آهنگ کار رادیو رو اونجا اجرا کردن و اصلا کلا خیلی دیوونه‌شون شدم از همون اجرای. این پرفورمنسشون خیلی خفن بود. اونجا عاشقشون شدم و اینجوری بودم که من باید برم همه آهنگاشون رو گوش بدم، تمام آلبوماشون رو دانلود کنم و حالا همه چیزای دیگه. ولی خب اون موقع اصلا زیاد خیلی آلبوم نداده بودم. فکر کنم کلا 2 تا یا 3 تا داده بودن آلبوم. بعد دیگه سال 2015 آلبوم بلرفیس رو دادم و دیگه قشنگ من اینجوری بودم که وای من یه ترو فنم، اصلا فن‌تر از من فن 21 پایلتس وجود نداره و اینا. یادم حتی کوله 21 پایلتس گرفتم، کلاه 21 پایلتس گرفتم، قاب گوشیمو حتی 21 پایلتس بود. اصلا همه چی دیگه میگم قشنگ دیوونه‌شون بودم. بعد یکی از تفریحات مورد علاقه من تا مثلا همین چند وقت پیش، چند ماه پیش، نزدیک به 1 سال پیش این بودش که بیکار میشدم میرفتم یوتیوب. مثلا اینجوری بودم که مثلا سرچ میکردم یکی از بندهای مورد علاقم، حالا مثلا چه میدونم لینکین پارک، مثلا 21 پایلتس سرچ میکردم، بعد گست سانگ، بعد یه قسمت خیلی کوتاه از آهنگو براتون پلی میکنه و شما باید حدس بزنین که مثلا اون چه آهنگه. حال میده، یعنی خودم خیلی حال میکنم با این موضوع. بعد خیلی وقته که کلا 21 پایلتس گوش ندادم. امروز بالاخره یکم وقت اضافه آوردم و گفتم که برم سراغ این و 21 پایلتس رو سرچ کنم و گفتم که چرا که نه، بذار اصلا ازش ویدیو بگیرم. با حالی که با آرزوت رسیدی بالاخره. بعد اینکه حالا دلیل فاصله گرفتنم ازش این بودش که کلا همینجوری که حس میکنم سنم رفت بالا، یه خورده علاقم کلا تغییر پیدا کرد توی موسیقی. این تیست موسیقیم یه خورده عوض شد. البته الانم هنوز خیلی دوستم ولی خب اون تایم خیلی آلترناتیو راک گوش میدادم. ولی خب هرچی که بیشتر میرم جلو به سمت متال و مخصوصا دوم متال و اتمسفریک متال خیلی سلیقه‌ام داره بیشتر میره. البته بگم الان در حال حاضر اینجوریم که کلا توی ژانرهای موسیقی پست راک برام اینجاست و بقیه اینجا. اتفاقا تصمیمشو دارم که حتی یه ویدیو بسازم و بندهای ایرانی کمتر شناخته شده توی زمینه متال و راکو حتما معرفی کنم. بعضی خیلی ویدیو باحالی میشه و خودم خیلی دوست دارم که این ویدیو رو بسازم و حتما میسازمش. و همین دیگه، بریم خودمون رو تست کنیم. و یه خورده استرس دارم چون که من واقعا در این زمینه ادعا دارم و فکر میکنم که اگر مثلا اینجوری بهتون بگم که 21 پایلتس 100 تا آهنگ داده باشه، من واقعا 90 تاشو گوش دادم و حفظم. ولی خب حالا چون که خیلی وقت گوش ندادم ممکنه یه خورده گیج‌بازی دارم الان، ولی بریم که خودمون رو تست کنیم ببینیم که قراره چیکار کنیم. راستی من کاغذ و حتی خودکارم آماده کردم که بتونم ببینم که قراره چند تاشو درست حدس بزنم و چند تاشو قراره اشتباه حدس بزنم. حدسم اینه که واقعا 9 از 10 میتونم بگم. حالا بریم ببینیم که چی میشه. نمیدونم چقدر استرس گرفتم چون که اگه اشتباه حدس بزنم خیلی ناراحت میشم و as a 21 Pilots fan نباید این کارو کنم. خب hey, I'm going to present you with a little challenge. Okay, here we go. Easy ride.
مطمئنم رایده یعنی I'm taking my time on my ride. نایس. خب now we holding on to you. Holding on to you, number 2. Yes. Yes, 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 yes. اگه همش همینقدر آسون باشه البته گفت هرچی میره جلوتر سخت‌تر میشه، ولی خب ببینیم چی میشه. Jumpsuit calling me. این آهنگ مال چون جو گفتم مال آلبوم ترنچ هستش و یادم آلبوم ترنچ تابستون 97 اومد بیرون و وای قشنگ یادم 24/7 قشنگ داشتم 21 پایلتس گوش میدادم و اولین ترک آلبوم ترنچ اگه اشتباه نکنم همین جامپسوت بود. یعنی اول چند تا سینگل دادم بیرون، یکیش هم همین جامپسوت رو داده بودم بیرون، فکر کنم لویتیت رو داده بودم بیرون و نیکو اند ناینرز اگه اشتباه نکنم، که بعد دیگه آلبومشون رو 97 سال 97 تابستونش دادن. قشنگ یادمه. دونه این آهنگم. خب 3 هم تیک میزنیم. این همون ترک کار رادیو بود که بهتون گفتم که اصلا سر این عاشق 21 پایلت شدم. نمبر 4 هم Somebody stole my car radio and now I just sit in silence. آی دلم تنگ شده. نمبر 5 هم یه دقیقه اجازه بدم بنویسم داداش. True. I'm very local. I've been around. Street you're walking down. Somewhere I grow. Will you buy me a house of gold? And when your father turns to stone, will you take care of me in shoshish? Holding on to a house of gold. این آهنگو برای مامانش نوشته بود. Will you buy me a house of gold? خب بریم 7. Oh, you're the judge. Oh no, set me free. فکر کنم جاج اسم آهنگش هم فکر کنم همین جاج بود یا ابوالفضل. You're the judge. Oh no, set me free. خب 7 هم تیک میزنیم. 8 یا خدا این شماره 8 نمیخوام. تازه 2 دقیقه گذشته و قراره خیلی بیشتر از این باشه و نمیخوام سر 8می. بابا میگه stay alive. 2,000 years later. Truce. شک دارم ولی فکر میکنم اسم آهنگش تروس بود. تروس بود. فکر میکنم تروس بود. داره وای تو رو خدا. وای آره درست. آخه Don't you shy away. اینو مال آلبوم فکر کنم اون آلبومش که کاورشون اژدها داشت اینا بود فکر کنم. آیس توش اسم آلبومشون آیس داشت فکر کنم. اینم سینگل دادن قبل اینکه آلبومو بدن بیرون یادمه و فکر میکنم اواخر تایم دانشجویی بود چون انگاری که یه مموری دارم ازش که داشتم میرفتم دانشگاه گوشش میدادم ولی I'm not sure. ولی shy away اگه اشتباه نکنم. Don't you shy away. When you shy away, searching for that feeling. When you آره دیگه shy away. Oh, Misbeliever, my pretty sleeper. Yes. اسم آهنگش هم Misbeliever. 10 هم گفتم. misbeliever, my pretty sleep.
تا الان 10 تا رو درست گفتم. 11. خب Down in the forest be a chorus. Down in the forest, we'll sing a chorus. زیاد یعنی اصلا حفظش نیستم، جز اونایی نیست که زیاد گوشش داده بودم، ولی خب خیلی کچیه و یادم بودش که فورست بود. 12 Try hard to weaponize you and I, but we'll never take it. You and I will never take it. Yes, nice. یا ابوالفضل، این چی بود؟ این اصلا حتی برام آشنا هم نبود. شماره 13. نحسیش هم اینجا ثابت شد. اینو شنیده بودم، بعد گوشش هم دادم، چرا اصلا برام آشنا. We don't believe what's on TV. اسم آهنگش هم همینه. We don't believe what's on TV. We don't believe what's on TV. خب بریم 15. Is this up? I'm careless. Is this up? When Bishop don't control us. When Bishop این چی بود؟ دیما don't control us. وای این مال ترنچ بود. جزء دقیقا هم نیکو اند ناینرز، جزء همون ترک هایی بود قبل اینکه آلبوم بدن بیرون اینو دادن و قشنگ یادمه روی جامپ سوت و نیکو اند ناینرز قفلی زده بودم. هم تو مای بلاد. East is up. I'm fearless when I hear this on the low. ولی خب anyway درست گفتم. تا الان از 15 تا یکی رو اشتباه گفتم و اونم شماره 13 لعنتی بودش. East is up. برام آشنا نبود اصلا. شد Yeah, there's a screen on my chest. I'm standing. بیا خواهی تو سر اینو بلد بودی. 16 هم نگفتم. Cut my lip. اینم جز اونایی نیست که خیلی گوشش دادم، ولی خب Cut my lip. Not today. فکر کنم همین بود اگه اشتباه نکنم. Not today. Yes. These are my dancing shoes. Ooh. But on Saturday 19. نه مطمئنم Saturday. واقعا جز favorite track هم از 21 Pilots. البته نه همین میخواستم بگم که فکر کنم اینو تایلر خودش سینگل داده بود بیرون، بعد فکر کنم نه اصلا این درام جاش بود. Goner. Oh my Goner, somebody catch my breath. I wanna be known by. وای اصلا دیوونم میکنه این آهنگ. خب تون اصلا برام آشنا نبود، نمیدونم. No idea. You stole in my air. اسم آهنگم تا حالا نشنیده بودم. چرا باید این 21 باشه و اصلا نشیده باشمش؟ نمیدانم، اطلاعی ندارم. این چی بود؟
وای اصلا هیچ ایده ای ندارم چی بود، ولی خیلی آشنا بود و هیچ تو I know is I. wanna go. حتی اسم آهنگم برام آشنا نیست، ولی خب او گفتنش کاملا شنیده بودم. These are the hardest ones. Okay Jude. میریم صفحه بعدی ادامه‌شو می‌نویسیم. 23. یا خدا. Should I keep it on display or redecorate? وای اینم واقعا جز favorite trackامه. اسمش هم redecorate هستش. Keep it on display or redecorate. وای چقدرم تنگ شد. مال ترنچه، همون levitate که گفتم سینگل داده بودن. اینو خیلی 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 رپ میخونه و آره. Oh, I know how to levitate up off my feet, and ever since the 7th grade I learned to fire breathe. اوکی بریم 25. دود واقعا داره خیلی سخت میشه، نمیدونم اصلا چی بود. 25 هم هیچ ایده ای ندارم. شنیده بودم گفت. میدونم همین مال همون آلبومی که redecorate توش بود. You should bounce man, come to the house man now. Let my old lady know. یه همچین چیزی فکر کنم. Boy please. You should bounce man, come to the house man. I let my این 26 بود. یه لحظه بنویسم. اوکی خب بریم 27. چند تا؟ این چیزه. وای خیلی این آهنگش قدیمیه. بعد یادم حتی تایلر سر این اصلا یه مصاحبه کرده و کلی راجع به این آهنگش حرف زده بود. دود یه همچین چیزی میگفت که a kitchen sink to you is not a kitchen sink to. آره اسم آهنگش هم همین kitchen sink بود اگه اشتباه نکنم. please. Because a kitchen sink to you is not a kitchen sink to me, okay friend? Nice. ببین خب یعنی جز هارده بود انقدر گذاشتی پلیشه. Be concerned. Easy. 30 تا فکر کنم. I'm sorry, Mr. Gullible, but lying's all I've learned, so be concerned. 21 نمیدونم. All we are is an isle of flightless birds. We find our worth in giving birth and stuff. اصلا نشینه بودم. تموم شد. خب به انم. اوکی. مرسی رفقات از اینکه تا اینجا تماشا کردیم. من خودم خیلی این سبکی دوست دارم. اصلا نمیدونم چرا از اینایی که کلا آدم خودشو محک میزنه، مخصوصا اینکه مثلا مربوط به فیلم و سریال، کلا اینکه مثلا یه سری آزمون هستش. مثلا یادم تیوی تایم اون موقع داشت، الان نمیدونم داره یا نه. یکی از بازم تفریحاتم بود که دانشگاه بیکار میشدم، مثلا میرفتم تیوی تایم آزمونا یه سری سوال ازت میپرسه که مثلا چقدر مثلا گیم آف ترونز فنی، چقدر حالا فلان سریال فنی، مثلا از سوال میپرسید و تو باید جواب بدی. کلا اینجور چیزا رو دوستم ببینم که چقدر فنم، چقدر مثلا از هر چیزی یادم و اینا باحالن کلا. حالا اگه دوست داشتین که بازم از این ویدیو درست کنم، حتما با لایکاتون و کامنت های انگلیسیتون و همینطور ساباتون و معرفی به دوستانتون ازم حمایت کنین و بهم انرژی بدین، چون که همونجوری که میدونید کلا ویو های ایرانی‌ها متاسفانه خیلی میپره. مثلا من میرم چک میکنم بازو آقا انقدر ویدیوم لایک خورده، بعد میرم 2 ساعت بعد میبینم همون نصف شده تعدادش. خیلی واقعا ناراحت کننده است این موضوع، ولی خب متاسفانه مجبوریم به خاطر این جبر جغرافیایی. ولی آره دیگه دمتون گرم. کلا هم اکانت هامو توی سوشال میدیا های مختلفتون گفتم دیگه، اونجا هم دوست داشتین میتونین فالو کنین، سابسکرایب کنین یا چه میدونم whatever. و اینکه دمتون گرم دیگه، کلی دوستتون دارم واقعا. ماچ به کلتون. امیدوارم که روز یا شب خوبی رو داشته باشین. خدافظ.